انسان مشکلات قوی می سازه. اما تو که آهن شمشیر کوره پخته می سازه، چکش خوردن پخته می سازه، انسان مشکلات پخته می سازه. یعنی اگر شما برای ما بگید من فرض مثال یک کارمند کار داشته باشم، دو تا آدم داریم، یکی بگید هیچ مشکل در زندگی خود ندیده، این دیگه 50 تا مشکل حل کرده، اون کس 50 تا مشکل حل کرده استخدام، چون 50 تا چند تواناییش بالا رفته. وقتی ما مشکل حل میکنیم ما یک انسان تازه میشیم، یک انسان قوی میشیم. بعد از حل هر مشکل که شما باقی ماندین قوی تر هستید. جمله ابراهیم مازلو که میگه مشکلاتی که مرا از بین نمیبره از من موجود قوی میسازه بسیار دقیق است. بنابراین ما با مشکل روبرو هستیم در زندگی. هیچ کس نیست بی مشکل باشه. فقط ما خود قوی بسازیم که مشکلات حل. اما تو که گفته میشه که دریا وقتی مقبول و خوب است با مشکلات سنگای روبروش مقابل میشه و اگر یک جایی که سنگ منگ نیست آب استاده است تو مزه داری که تو که دریای سالنگ مزه میده، یک آب استاده این دریای کابل تو مزه نه یا خوشتم دریای کابل ببینین گندیده میشه.